سلام به همگی، خوش اومدین به اولین ویدیوی من مهرادم. اینجا چنل MR 21 سالمه و تهران زندگی میکنم، ولی اصالتا اسفانی. من 1 سال پیش من میخواستم یوتیوب رو شروع کنم، ولی چون وسایل مورد نیازم رو نداشتم، مثل دوربین سونی، گوشی آیفون 16، نمیدونم میکروفون رود، پایه دوربین، ادیتور، یا خودم حتی ادیت بلد نبودم. بعد کاشف من اومد، من یه کمالگرای سگم، هیچ موقع نمیرسه این فردای مناسب و همین دلیلی شد که امشب من اینجا دارم این ویدیو رو میگیرم که فردا آپلودش کنم. الانم با کمترین تجهیزات ممکن که همه را از دبی سفارش دادم آوردن، بهتون نشون میدم آخر ویدیو. چسی خدا میبینین. و گفتم به خودم که آقا بهترین زمان شروع برای من زمانیه که دقیقاً هیچی نیست و برای اون همه چی داشتنه دارم شروع میکنم، نه برای این که همه چی دارم که الکی بیام ویدیوی نمیدونم چرت و پرت و بی دلیل بگیرم. مثلا من از همین ماشین، این میشه اتاق من، رومی که مثلا بک‌گراندم صندلیای ماشینه و نورم اینه، چراغ سقفیه، یا حتی دوربین گوشی رفیقم. حالا چرا توی ماشین نشستیم؟ به خصوص این ماشین، چون این ماشین قراره اولین پروژه رسمی یوتیوب من باشه. قراره بیرون ماشین رو یکم خوشگلش کنیم، به لاستیکای ماشین برسیم، نمیدونم توی اتاق ماشین رو بهش برسیم، حتی ممکنه که یکم تقویت موتور داشته باشیم. الان خلاصه اینکه قراره توی این 90 روز آینده من چنلم رو مانیتایز کنم با کمک شما و کمالی گراییمو بذارم کنار و با کمترین امکانات ممکن، نه اینکه کیفیت رو بیارم کف، ولی با کمترین امکاناتی که میشه یه کیفیت خوب داشت ویدیوهامو ارائه بدم و به ماشین برسم. این به ماشین رسیدنه یعنی این که پروژه رو شروع کنم. اسم این پروژه همونم قراره 206.5 باشه. حالا چرا 206.5؟ تو 90 روز آینده میبینیم یعنی چی. کل اون درآمدی که توی یوتیوب به من میرسه، به من نمیرسه، در اصل میره توی جیب این ماشین و این ماشین پیشرفت میکنه و چنل من پله 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 میایم بالا، فقط با کمک شما. در ضمن قراره با همگی روزایی که بالا پایین داشتیم، روزایی که یه ویدیومون وایرال شد، یه ویدیومون اصلا ویو نگرفت، یا حتی کمترین خرج بیشترین خرج، کمترین درآمد بیشترین درآمد چنل رو با هم در جریان باشیم. همه چیز قراره رو باشه. حالا ازتون فقط یه چیزی میخوام، اگر دوست دارید از من و چنلم حمایت کنید و عملا پشتوانه من و پروژه هام باشین توی یوتیوب، فقط دکمه ساب رو بزنید و اگه میشه اون زنگوله رو هم فشار بدین. سلام، طرف نیست که تو پرانتز یه چیزی بهت بگم. از فردا قراره که هفته 2-3 تا ویدیو بذارم، یا شورت ویدیو یا لانگ ویدیو، و اگه میشه حمایت کن. با تشکر. ما اومدیم دوباره. خب این معرفی اقلام و اجناسی که ما باش قراره شروع کنیم کارو. شاید برای شما هم سوال، برای منم سوال بود. این چیه؟ این سافت لایته، از دبی مال خریدم. چند هزار دلار؟ هولوش 250,000 دلار شد با چک و چونه که همین. نگاه طلاه، نگاه طلای سفید. آره. حالا این پایه دوربینمونه. مرسی از محمد عزیز و پایه گرامی. این پایه دوربینمونه. اینا از کجا گرفتیم؟ از یکی دیگه از شعبه های دبی. اوه چند تا شعبه داره نمیدونم. آره اونم خریدیم. و تکنولوژیا یا امام چند تا؟ 1 2 3 4 5 6
6 تا LED در 3 LED به عبارت 18 تا LED اینجا کار شده و با این دکمه خاموش روشن میشه. منم سلام. ما قراره به ماشین برسیم. عقب ماشین رو قراره یه تغییراتی توش ایجاد کنیم. بعد یکم از خوردگی‌های دور ماشین رو درست کنیم، مثل این نگاه زدن داغون کردن. بعد اینکه به رخ کلی ماشین یکم برسیم. شویت سینما بهترین زمان شروع برای تو وقتیه که دقیقا هیچی نداری. چیزی توجه کرد هیچی نداری. چه شبیه چیز حرف میزنم. ابو طالب. خیلی گوه میخوری. ابو طالب برارو ای برارم ای برارم عشق دیگرارم. بعد میگی تو آخر حرفتو. ویدیو بهتون نشون میدم. آخر ویدیو بهتون میشه. اینم خوبه. یوتیوبر شدم پتانسیل من داره. حتی دیست دادم به نصف یوتیوبر راده مونده. از سنی ساک نزدم که بابا. آی بای خوردم. تازه وایسا من میذارم تو تخم تو جیغ بزن. وایسا نه تو تخم نه تو دستم. وایسا. I feel good. دیره بیا تو تاثیر بابا کورس باش. وایسا. I feel good. دیره وایسا. بزنم. منتظرم مش بزنه. وای نه من زدم جیغ بزن. من دیگه اینی میشمارم. باش به خودت بگو. آره بعد خودت بگو افیل من پشتت میام. I feel good. دیره مش کس خون. قشنگ. لا قرض از گفتن این قرض. چه قرض چه خوری نکن ریده یا قوطی گوز. حالا یکم آب بده تو جمع کن قورت بده دوباره برو. آخه خوش کدم. I feel good.